این هفته خبر تو خبر داره براتون از دست و پا زدن مهره‌های نظام ولایت برای مالکشی سفر فضیحتبار رئیسی به روسیه. آقای پوتین در جمع شما مایلم بگم آقای پوتین برای اینکه آقای رئیسی رو استقبال بکنن از چند دقیقه قبل در کرملین در اتاق استقبال از ایشون قدم میزد و منتظر بود و وقتی آقای رئیسی وارد شدن به شتاب ایشون آمدن به سمت آقای رئیس جمهور. ساعت 5:12 که اونجا اذان مغرب بود آقای پوتین با آقای دکتر رئیسی اشاره میکنن من اطلاع دارم که وقت نماز شماست، منتظر شما میمانم. در فرودگاه هم استقبالی که از آقای دکتر رئیسی انجام شد استقبال رسمی در فرودگاه انجام شد، تمام آداب و پروتکل ها رعایت شد. البته این فیگورا فایده ای نداره چون مردم رسوایی رئیسی توی این سفر رو به چشم دیدن. خود آخوند رئیسی هم که دیده خیلی اوضاع خیته اومده تا یه دستاوردی برای این سفر بیخاصیت دست و پا کنه. اینطور نیست. البته این سفر ما پر از لبخند بود، لکن این که سفر بخواد نتیجهش لبخند باشه که اتفاقی برای مردم نمیفته. نتیجهش باید در واقع توسعه در حوزه‌های انرژی باشه، کشاورزی باشه، صنعت باشه، زندگی مردم باشه. مسئله ما منافع مردمه. یعنی اون چی که ما در روسیه صحبت کردیم در نشست 3 ساعته با آقای پوتین از ابتدا تا انتها مسائل دو جانبه بود، مسائل منطقه‌ای بود، مسائل بین‌المللی بود با محوریت منافع ملت ایران. آخوند رئیسی میگه مسئله ما منافع ملت ایران بود. حالا بریم ببینیم تو این 40 سال چه نفعی از آخوندا به ملت ایران رسیده. نرخ دیه تو سال 1480 میلیون تومان اعلام شد. همچنین حقوق یک کارگر 2,655,000 تومان. این 480 میلیون تومان رو تو ببری بذاری بانک ماهیانه 7,200,000 تومان بهت حقوق میده. یعنی چی؟ یعنی مردمون از زندمون با ارزش تره. این هم یه نمونه دیگه از منافع مردم ایران در زمان آخوندا به زبان طنز. ایران از نظر رفاهی بهترین کشور جهانه. اینو بره 10 نفر بفرست 500 تا فاش جدید یاد میگیری. منم اولش باورم نشد ولی هنو معنی ها فاشا رو نفهمیدم. حالا ببینید همباندی های همین رئیسی که یه زمانی براش تبلیغ میکردن الان چی دربارش میگن. جناب رئیسی و دولتمندان که همش دروغ گفتید این مردم. چرا دروغ میگی شما؟ لعنت میشود جلد آوا دروغ. یا همینه که بگید دیگه. اینطور که پیداست بعد ضربه‌ای تو ملاج رئیس جمهور عظما خورده. این یکی هم میز دراز ملاقات رو بلند کرده و کوبیده تو کله رئیسی. شما اگر بنا بود با این فاصله طولانی با آقای پوتین بنشینید، خب از همین ایران آنلاین می‌نشستید صحبت می‌کردید. خب دیگه دلیل نداشت این همه هزینه بکنید شما برید روسیه. این خیلی تحقیرآمیز بود. این میز شما رو به اتاق میز مذاکره نبردند. اینجا سالن ناهارخوری بود و این میز ناهارخوری بود و شما میبایست اونجا به آقای پوتین اعتراض میکردید، میگفتید این میز چه میزی شما گذاشتید اینجا برای مذاکره؟ این چه میزی بود و این چه میزیست؟ خلاصه این که سفر آخوند رئیسی به روسیه مصداق همون مسئله معروف نشستن بر سر شاخ و بن بریدن بود. هراس کردن درختان در جنوب شرق آسیا. مادرش غذایش نشست. وقتی همباندی های رئیسی و آخوندا اینطوری سکه پولش میکنن دیگه تکلیف فضای مجازی روشنه. حرف زدن که بلد نیست میچنه. من نمیدونم بچه بودت ترسوندنش ششمن شدت زبونش این تکی شدت نمیدونت خیلی مفهومات خودشو برسوند. به این معنی نیست که نمیفهمد. حرف زدن بلد نی فقط.
گفتن من با اینا که نمیدونم بشینم صحبت کنم. ویل کردن اینا رو، رفتن با خدای خودش راز و نیاز کردن. گفتن خدای به حق علی، به حق همین نمازی که من دارم در کاخ قصبی کرملین که مال خاندان رومانوف بود و از تزار بدبخت استادنش دارم باید صحبت میکنم. مهر منو به دل آقای پوتین بنداز، بیزار کارمون جلو برد. نه تنها با خدای خودش راز و نیاز که گفتش که ما الان رفتیم اونجا نشستیم، پوتین یا عالمه زرزر که ما گفتیم چشم، در خدمتگزاری آماده هستیم. این که ارزش خبری ندارد، بیزار حداقل نماز بخونم اونجا ارزش خبری داشته باشد. بگن رئیسی تا اونجا یه کاری که آخوند رئیسی فکر میکرد زیر تشت روسیه چیزای خوب براش قایم کردن، اما یه چنین بلایی سرش اومد. این پاسدار ریزشی هم پدرزن رئیسی رو مخاطب قرار داده و اینطوری باهاش تصفیه حساب میکنه. اون داماده که بی سواب شما مملکت رو به جنگ کشیدید، جمع کنید خودتونو، یا باید زنگی یا رامه رو به چی تو مینازید؟ به اصلایی که دارید؟ اون سپاه ما نیست، سپاه ما همه رفتن، این سپاه اجنبی هست. شما راتون اشتباه، از خدا بترسید. داستان درگیری‌های باندی در نظام ولایت فقط به دولت و مجلس و سپاه ختم نمیشه. قضیه خیلی بیشتر از اینا بیخ پیدا کرده. ببینید وحیدی خراسانی چطوری به حرفای عظما درباره حوزه جواب میده. حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند، در خدمت تقویت نظام حرکت کنند. حوزه خداست، امام زمانه، نه حوزه زید و عمرو. من و تو که هستیم، اینها همه باید قلم بطلان برش کشیده بشه. حوزه فقط دو کلمه، خدا ولی است، صاحب امر. این حوزه باید مستقل از کل شخص، از کل شخصیت، از تمام سیاست، از تمام مقامات برکنار، فقط فانی در خدا و امام زمان. حالا بشنوید از گیر کردن عظما در تله اتمی و یکی به میخ زدن و یکی به نعل زدنش. از یه طرف چشمک و چراغ مذاکره مستقیم با آمریکا میده. اگر در روند مذاکرات به مرحله‌ای برسیم که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین بالا لازمش این باشه که سطحی از گفتگو رو با آمریکایی ها داشته باشیم، این رو هم نادیده نخواهیم گرفت. از اون طرف خرچنگ ولایت رو میفرسته تا درباره همین مذاکره اینطوری گلوپاره کنه. آمریکا در پی غارتگری است، نه در پی مذاکره. آمریکا میگوید شما این طرف میز، ما این طرف میز، هرچی من میگم بشنو. مشنگستان این هفته رو با حرفهای خمینی گور به گور شده شروع میکنیم که 43 سال پیش هم از رویای خلافت آخوندی گفته بود و هم از نقشش برای صدور تروریسم به کشورهای دنیا. بله، اسلام اصلش یک نظامی است که مربوط به یک ناحیه‌ای نیست. قوانین اسلام هم یک قوانینی است که مربوط به یک گروهی نیست. اگر چنانچه بتوانیم ما نظام اسلام در همه دنیا اون بپا می‌کنیم و اگر نتوانیم در هر جا که توانستیم. تو بحبوحه بخوره های آخوندا و آقازاده ها این حداد قاطر یه شوی تبلیغاتی را انداخته
تا از ساده زیستی بچه هاش بگه. مردم هم تو فضای مجازی با درست کردن این کلیپ جوابشو دادن. فرزندان و نوه های خود من که در این مدرسه درس خونده‌اند شهریه پرداخت شده است. یکی از فرزندان من که دکترای نانو تکنولوژی دارد در ازای کار تمام وقت تنها ماهی 2,400,000 تومان دریافت می‌کند و فرزند دیگر من که در 2 رشته فوق لیسانس دارد در ازای بیش از 3 روز کار در هفته ماهی 1,700,000 تومان حقوق دارد. بساط روزخونی توی شوراهای شهر همچنان پهنه و به چنین مسخره بازاری تبدیل شده. خانم حسینی کنیز تو خواست خدایی مسئول فرهنگی آقای حسینی غلام تو فرخ زده فدای تو به فدای اسم و نام تو پیر بردارم گدای تو خبرنگارا غلام تو به فدای اسم و نام تو به فدای اسم و نام تو. حالا بشنوید از این آخوند اینستاگرامی که میخواد درباره رابطه آخوندا با مردم تبلیغ کنه، اما بد جوری سوتی میده. یک نفری جلو ما رو گرفت، گفت آقا ببخشید یک زحمتی برات داشتم. گفتم در خدمتم. گفت بی زحمت همین گل بگیرن ببرن این خانه سالمندان بدن به مادر ما. گفتم به چه خودت نموبری؟ گفت این واقعا ما به خاطر زنم مجبور شدم مادرم از خانه ما بیاریم اینجا بذارم، شما همین گل رو از طرف ما برن بده. گفتم بابا خودت ببر، فایده نداشت. خلاص گل گرفتم و بردم و دنبال هاش خانومه گشتم، هاش خانوم رو پیدا کردم. گفتم هاش خانوم این گل خدمت شما. یک نگاهش آورد بالا گفت سلام پسرم. گفتم ما ببخشیم پسر تا نیستم. گفت چرا؟ تو حامد مایی، تو عشق مایی، تو قلب مایی. خلاصه ما دل ما نیومد این مادر رو ناراحت کنیم. گفتم حالا ما پسرته. یکویی صدا زد با ذوق پرستار پرستار. دیدی به چای ما بی معرفت نیستن؟ این حامد و محمده از ما سر بزنه. این پرستارم یکویی مثل قرقی پرید اونجا دست ما رو گرفت گفت آقا بفهمید بریم داخل دفتر کار تا داره. خلاصه ما رفتیم داخل دفتر و یک برگه جلو ما گذاشتن، گفتن شهرمنده 4 ماه هزینه نگهداری مادر تا این مادر نیرمون عقب افتاده بی زحمت پرداخت بکنید. گفتم بابا یا اکثر امامزاده به خدا ما بچه این تو به 124,000 پیغمبر ما بچه این نیستم، فایده اینه داشت دیگه. گفتم پول رو باید بدی. اینطور که پیداست این حجت الاسلام مشنگ گز نکرده پاره کرده و زودتر شیرجه زده. این یکی میاد سر بسیجی ها رو شیره بماله، اما یه سوتی میده در حد لالیگا. میگه سال 88 کلینتون نذاشت تلگرام رو ببندن. این در حالیه که تلگرام 4 سال بعد یعنی سال 92 تأسیس شده بود. یا اگر فراموش نکرده باشید در 6 ماه قبل از انتخابات سال 88 هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا قرار بود توییتر و تلگرام برای تعمیرات دوره‌ای شبکه‌شون چند ماه تعطیل بکنن. نامه زد کلینتون رسما به این شبکه‌های توییتر و تلگرام که آقا تعطیل نکنید، ما انتخابات ایران رو در پیش داریم. این طرف اگه به اندازه این گوش داشت از این سوتیا نمیداد. مشنگستان این هفته رو با یه فیلم مسخره از هنربندان بسیجی به پایان میبریم که بدل قاسم سلیمانی رو درست کردن تا مثلا یه چیز تاثیرگذار درست کنن، اما یه جوک مسخره از آب در اومده. یه مسئولی بود که باش صحبت بیا سیاسیش نکن، بیا بگیرین و ما مسئولی نشنیدن تا حالا. همه دوست دارن که یه گوش شنوایی باشه، ولی گوش شنوایی که کار ازش بر بیاد. قطعا اگه کسی بود که به حرف ما گوش میداد میمدم بهش میگفتم که ببینین ما مردم رو نگاه کنین، ببینید الان خسته این کلافه این. حالا اگه اون مسئولی که من گفتم
یه مسئول خیلی کار درست و صادق الان کنارتون ایستاده و تمام این دغدغه‌هایی که گفتین رو شنید، میتونین کنارتون برگردید و ایشون رو ببینید. حاج قاسم در بخش تیوی ریش 3 تا از سوتی‌های تلویزیون خامنه‌ای رو با هم ببینیم که مشتی نمونه خرواره. ببریم ببازیم نه، اگه ببریم خوب نبریم اونا ببازن این خوب نیست. به نظر من خوب بازی بشه، اگر باختیم بردیم. ایران برای کمک به برگزاری جام جهانی 2022 قطر اعلام آمادگی کرد. برق ورزشگاه قطع شد. سعی می‌کنیم توی اتاق فکرمون بررسی بکنیم، ببینیم کجاها اشتباه کردیم که قطعا اشتباه داشتیم، کجاها راه رو درست رفتیم، اونها رو تقویت می‌کنیم و به زودی زود برمیگردیم. به قول شاعر که میگه شما بفرمایید. من بگم یادم دنبالشم. مهم نیست شاعر چی میگه، مهم اینه که تا میتونن حسابی مراقب خودشون باشن. ما بیننده‌هامون رو دوست داریم. بله دوستتون داریم. آلزایمر ندارم ولی واقعا یه لحظه ذهنم پرید. در پایان توجه شما را به یه اثر هنری بسیار زیبا جلب می‌کنیم که مراحل خلق اون از خود اثر دیدنی تره.